یه جایی تو زندگی هست که آدم میشینه روبروی آینه و فکر میکنه فقط یه آرایش ساده میکنه. بعد نمیدونه این ساده یهو تبدیل میشه به یه جلسه کامل خودشناسی. هی ابرو رو صاف میکنی، هی دنیا رو مرور میکنی. یه جا به خودت میای ببینی آرایش نیست، یه پروژه ملی صبر و حوصله است. وسطش هم مدام به این فکر میکنم که من دارم آماده میشم یا زندگی داره من آماده میکنه. ولی خب یه چیزی بین این دوتاست. در نهایت هم وقتی تموم میشه نه فقط صورتم، حالا دلم هم یکم منظم تر میشه. انگار چند دقیقه یه استراحت کوتاه از شلوغی دنیا گرفتم، اونم با یه آینه که کل حقیقت رو صورتم پر میکنه. ولی خب نتیجهش میارزه. خب بالاخره آماده شدم و بریم. اپلا میام پایین و سعی میکنم تعادلم رو حفظ کنم. بعدش هم که بریم یه چای مساله بزنیم. خیلی هوس کردم، خیلی دوست دارم طعمشو.